سلام دوستان عزیز، امروزه موضوع ما کنج‌ها و چنگ کردن آنها در بعضی جاها سوال می‌پرسد که کنج چیست؟ کنج شکل گئومتریه که از یک قله آن دو نور برآمده است کنج می‌نامند یا که شرح مختصری آن را چنین می‌گویند دو نوری از یک قله برآینده را کنج می‌نامند. این یک نوع قله ما اگر این قله ما باشد این رو این قله A و B این نوری A و B شد چونکه از روی تعریفی که من چند دقیقه پیش به شما گفته بودم این رو از روی تعریفی این کنج چک بودم دو نورن این یک نور و این دو نور از یک قله برآینده را این قله ما است از همین سبب این دو نوری از یک قله برآینده را کنج می‌نامند. این تصویر این چیزی که ما تصویر نمودیم این کنج نام دارد. کنج برای چه نمودن کنج‌ها ما از چنین اسباب که کنج ترانسپورتی یا که کنج کنک نام دارد. تعریف ترانسپورتی چنین است. ترانسپورتر از کلمه زبان روسی گرفته شده معنایش کنج کنک میباشد. برای این رو برای مگذارم یک چیز اصلا مهمتر است. کنج کنک ما به 180 گرادوس برابر بوده میانجای او به 90 گرادوس برابر است. اگر شما با من این رو به میانجای آن رو به نقطه میگذاریم و این نقطه نور B ما از روی اینجا گذاشته ایستاده است که ما نور دوم ما در این طرف گذاشته ایستاده است که نور ما در اینجا معلوم میشود که کنج ما با 35 گرادوس برابر بوده است. یعنی برای اشاره نبودن این کنج باید چنین این یک علامت مخصوصی خود را دارد. علامت مخصوصی این چنین است. یک خط رو میکشیم و در اینجا مینویسیم 35 گرادوس. باز هم یک چند کنج ها را من به شما تصویر می‌نمایم و راه آسان‌تری آن را برای شما می‌فهمانم. برای راست شدن از کنج کنک استفاده می‌نمایم. اگر من که برای خود خط کشک ندارم برای این از کنج کنک استفاده میکنم. شما میتوانید از خط کشک استفاده نمایید. ما در اینجا یک کنج را تصویر نمودیم که این کنج AB نام دارد. این کنج را ما تا اکنون می‌بینیم که این کنج ما به چند گرادوس برابر است. میانجای آن را به روی خط می‌گذاریم. این خط از روی خط گذاشته ایستاده است و این خطی نور B ما که در اینجا از روی یگان خط نگذاشته ایستاده است در اینجا این کنج از زیر نقطه 40 گرادوس گذاشته ایستاده است. از همه مهمترش یک چیز را فراموش کردم که کنج گرادوس رو با این ifade می‌نمایم. یعنی در اینجا من چنانکه در یادم برآمد از سببی که من در اینجا گفته گذاشتم که کنج را با نقطه O اشاره میکنم. زیرا من چنین از این نقطه O باشد این 40 گرادوس کنج ما با 40 گرادوس برابر است. با یک کنج دیگر را تصویر می‌نمایم. این کنج آخرین ما است. باشه کمتر کج شد. باز هم یک بار دیگر از کنج کنک استفاده نمودم. کنج را چنین می‌نمایم. چنین است. اکنون کنج کنک را می‌گذاریم میانجای
миёнашро ба нуқтааш мегузорем. ана миёнашро мегузорем. дар ин ҷо маълум мешавад ки кунҷи мо аз 90 градус баробари 90 градус аст. ин кунҷи мо кунҷи рост ном дорад